به کوروش، به آرش، به جمشید قسم. به نقش و نگار تخت جمشید قسم. ایران همی قلب و خون من است، گرفته ز جان در وجود من است. بخوانیم این جمله در گوش باد، چو ایران مباشد تن من مباد. درود به شرف و به وجود نازنین تک تک شما عزیزان سلام عرض میکنم. بعد مدت ها بالاخره یک لایو رسمی رو با نام ایران و با محوریت سرزمینمون و مردم شریف ایران و مردم عزیزی که به هر حال این چند صبا متاسفانه حال دلشون مثل من و شما خوب نیست و امیدوارم که روزی برسه که تک تک دلهای این عزیزان بخنده. به نام ایران، به نام مردم ایران آغاز میکنیم این لایو رو با عرض شادباش و تبریک به مناسبت روز سعدی بزرگ، سعدی شیرازی، و همینطور عرض کنم خدمت شما که متاسفانه با خبر شدیم که تیمسار آذرفر هم از بین همرزمانشون رفتند و آسمانی شدن. روح این عزیز والا مقام هم شاد باشه و تسلیت میگم خدمت خانواده محترمشون و به ارتش سرفراز که به هر حال این اتفاقی که افتاده به تک تک همرزمانشون تسلیت عرض میکنم. بیوگرافیشون هم اگر شد انشالله براتون در انتها میخونم. امشب در خدمت تیمسار نمکی عزیز هستیم طبق روال گذشته که به هر حال ایشون همیشه آماده و پر از اطلاعات و همیشه به روز بودن. توی بخش جدید لایف های ما عرض کنم که ما قراره که با محوریت سرزمین کشورمون ایران در واقع صحبت کنیم، همینطور با محوریت مردم عزیزمون و نیروی هوایی. اون تا یک بخشایی به هر حال جدیدی رو قرار ما انشالله با امید خدا اضافه کنیم. حالا در طول این برنامه هایی که خب در آینده خواهیم داشت انشالله متوجه خواهید شد که به چه صورت قرار این لایف ها پیش بره. در بخش اول که خب در خدمت تیمسار خلبان سرتیپ علیرضا نمکی هستیم و در بخش دوم در خدمت سرهنگ خلبان حسن واعظی هستیم. انشالله که ما بتونیم این لایو امشب رو به خوبی تقدیم حضورتون بکنیم و مشکل این اینترنت و این مسائل و کانکت شدن اینها هم پیش نیاد. من اگر اجازه بدید ببینم فقط جناب نمکی اگر در لایو هستن که خدمت این عزیز بزرگوار یک درخواست بفرستم و انشالله لایو رو شروع کنیم. حالا من فکر میکنم که جناب نمکی نیومدن ولی الان باشون تماس گرفتم، آماده هستن. امیدوارم که حالا به ما اگر که جناب نمکی توی لایو هستن لطفا یه کامنتی بذارم، من اینور ندیدمشون. یا دوستانم اگه بچهای گروه زحمت بکشن باشون تماس بگیرن، حالا چون قرار بوده که 10 شروع کنیم. حالا فکر میکنم که خب من در خدمت شما هستم دوستان، خدمت تک تک خلبانان عزیز، خلبانان نازنین که در لایف هستن عرض ادب و سلام دارم خدمت دوستان خودم، همراهان، کسایی که در حال همیشه توی این چند سال محبت این اینترنت و این داستان.
اوکی. خب، درود بر شما، مخلص شما هستم. ببینم جام نمکی تشریف آوردن. درود بر جام شیر آقایی عزیز، عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیزم هم و همه خلبانان عزیز. من سال نو رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این سال خوبی باشه برای شما. انشالله که سعی کنیم با یک انرژی مثبت نگاه کنیم که شاید به هر حال خدا یک نظر لطفی به این مردم بندازه و انشالله امسال مردم به مراد دلشون هرچی که هست برسن انشالله. خب من فکر میکنم جام نمکی هنوز تو لایو نیستن. آها اوکیه، بله من معذرت میخوام. جام نمکی گفتن که مثل که با اکانت دیگه اومدن. منم شما نازنینان، من برای جام نمکی درخواست فرستادم. انشالله که ارتباط برقرار بشه. بله. جام نمکی سلام عرض کردم. این ویدیوتون خاموش هست و منم تصویر شما رو ندارم. حالا امیدوارم که جام نمکی سلام عرض کردم. جام نمکی خب من یه بار دیگه برای جام نمکی درخواست میفرستم چون ارتباط برقرار نشد متاسفانه. جام نمکی اگر زحمت بکشید یه بار دیگه یه پیام بذارید من پیداتون کنم. آیدیتون آشنا نیستم باهاش. درود بر شما. خب خوش آمدید دوستان عزیز. تا حالا جام نمکی یه پیامی میذارن. ما امشب در خدمت دو تا از همرزمانه حالا به هر حال ما جام نمکی که همیشه صحبت از جام واعظی میکنن، میگن ایشون استاد ما همه ما بودن. به هر حال بنده شاگرد ایشون بودم و ما هم ارادت داریم خدمت جام واعظی عزیز که حالا امشب در بخش دوم در خدمت شدیم. در بخش اولم جناب درود بر شما جام کریم، مخلصم. من جام نمکی نه درسته. امکانم داره راستی. خب بله اون یعنی این جام نمکیه. ما نفهمیدیم اون
بله درود بر شما. متاسفانه یه نفر سلام عرض کردم. سلام ارباب. سلام استاد. قربونتون برم. حالتون خوبه قربان؟ قربان شما. خوبم، خیلی خوبم، مرسی. فداتون بشم. خب خوش آمدید. میخوام محبت کنید دیگه، شما تریبون در دست بگیرید و بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. تیمسار باشه. انشالله که بتونم صحبت ها رو هم شمرده و پیوسته بتونم برای عزیزانی که در لایو هستن و جنوالی بتونم درست بیان بکنم که ارزش این رسانه شما از ارزش رسانه شما کاسته نشه. دلم میخواد که درست صحبت بکنم. آغاز سخن به مناسبت روز سعدی، افتخار همه ما ایرانیان بر پایه سازمان ملل متحد، بر پایه آیین مهر، سازماندهی سازمان ملل متحد بر پایه آیین مهر، نه بر پایه مسیحیت، نه بر پایه ایدئولوژی مارکسیسم، نه بر پایه اسلام، نه بر پایه یهودیت و کنفوسیوس و اینها، به هیچ کدوم نیست. پشتوانه ایدئولوژیک، نگم بهتره، پشتوانه فرهنگی سازمان ملل متحد آیین مهر و آیین مهر بر پایه و سازماندهی سازمان ملل بر پایه آیینه های آیین مهر. مثلا یه نخست وزیر داره، چون ایران پادشاهی بوده نخست وزیر داشته، یه نخست وزیر داره به نام دبیر کل یا دبیر کل سازمان ملل متحد. بعد وزارتخونه هایی داره زیر مجموعش، دپارتمان بهداشت جهانی. بهداشت یکی از آیینه های آیین مهره. دپارتمان آموزش جهانی، آموزش یکی از آیینه های آیین مهره. دپارتمان هنر داره، دپارتمان ورزیدگی که ما میگیم بهورزی، آموزش ورزی و ورزهای دیگر. دپارتمان هنر داره جهانی. دپارتمان امنیت جهانی یا زنهار، در آیین مهر زنهار به زبان عرب میشه امنیت. دپارتمان امنیت جهانی یا شورای امنیت. تمام دپارتمان های سازمان ملل متحد در پایه آیین های آیین مهر. دهش، بخشش، دپارتمان دهش، هر جا که زلزله اتفاق بیفته نیاز به پول داشته باشن، از بالاترین اقتصاد جهان میگیره تا پایین ترین اقتصاد جهان به نسبت و میدهد به آنجا که به اون جایی که زلزله اومده، دیزاستر، فاجعه واقع شده و این گونه کارها. دپارتمان بخشش، عفو بین الملل. تمام دپارتمان های سازمان ملل بر پایه آیینه های آیین مهره و به همین منظور اومدن بالای سردر سازمان ملل متحد سرودگان سعدی رو گذاشتن. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این هم پاداشیه که به ملت ایران دادن، به مردم ایران دادن به خاطر برپایی سازمان ملل متحد، سازماندهی سازمان ملل متحد که سازماندهی هم یکی از آیینه های آیین مهر. این افتخار بزرگی برای ما ایرانیانه. اما افتخار بزرگ، ایرانی ها کم افتخار بزرگ ندارن. ما امشب قرار راجع به جنگ صحبت بکنیم، قرار راجع به فرهنگ جنگ و بگیم که 4000 سال پیش آقای ارتشبد اون موقع یا هر چیزی که بگیم آیو برزن سپاهش رو تدوین کرده و تقسیم کرده داشته برای رویارویی با اسکندر. این سپاه چجوری بوده؟ لشکر داشته، چند تا تیپ داشته، هر لشکری چند تا تیپ داشته، هر تیپی چند تا گردان داشته. ما فرهنگ جنگ بسیار کهن که در تار و پود ارتش
واقعا مونده، باقی مونده. شما در ارتش نگاه کنید، هیچ چیزی به نام انتقام وجود نداره، هیچ واژه‌ای به نام انتقام در دستورالعمل‌ها به کار نمیره، به کار برده نشده، مگر اینجا که رسیدیم به جنگ 8 ساله، رسیدیم به تجاوز ارتش عراق به ایران. اینجا به واسطه اینکه شورای امنیت اسلامی بود و اصلا با گذشته ما تفاوت بسیار داشت، اینجا کلمه انتقام رو به کار بردن، ولی ما هیچ وقت کار انتقام جویانه نکردیم. همیشه یک دستورالعملی به ما داده شده، بر پایه اون دستورالعمل یگانها و نفرات، یگانها و آدمها وظایفشون رو انجام دادن، یا پیروز شدن یا شکست خوردن. انتقام نبوده، یک هدفی در هر عملیاتی، یک هدفی یا اهدافی تعیین شده بوده، چه بعد در بخش تاکتیک و چه بعد در بخش استراتژیک. عرض کنم خدمتتون، ما امشب میخواستیم راجع به جنگ دریایی صحبت بکنیم. خیلی راجع به زمینی بسیار صحبت شده، اما دریایی که خلیج فارس در اون هست، در اون میدان این جنگ های دریایی، تقریبا کم بهش پرداخته شده. نه اینکه واقعا غفلت شده باشه، کم بهش پرداخته شده. وقتی شورای عالی دفاع تشکیل شد، میدونید شورای عالی دفاع خیلی سخت تشکیل شد، بسیار سخت به مسئولین و بزرگان مملکت قبولانده شد که ارتش عراق بیگمان حمله خواهد کرد به کشور ما. این خیلی سخت بود. بعضی از مسئولین، بعضی از بزرگان کشور میگفتن ارتش این حرفا رو میزنه، این اطلاعات رو به هم پیوست میده و میفرسته برای تصمیم گیری و بالاترها. ارتش میخواد بزرگنمایی میکنه برای اینکه حالا وضع مملکت رو به هم بزنه. بسیارم در این فکر بودن که ارتش امکان داره کودتا بکنه. یک کودتایی هم پیش اومده بود که به نام کودتای نوژه، الان اسمش شده نقاب. این کودتا بسیار در تصمیم گیری بزرگان کشور برای رویارویی با ارتش عراق بسیار اثرگذار بود. وقتی شورای عالی دفاع در خرداد ماه 59 تشکیل شد، وقتی شورای عالی دفاع در خرداد ماه 59 تشکیل شد، فکر میکنم 24 خرداد بود که یک طرحی به دست ما رسید. اواخر خرداد ماه بود، یه طرحی به ما دادن که اون طرح اسمش البرز بود. درست روبرداری از طرح زاگرس بود در گذشته، در زمان حکومت پهلوی، و اینو فقط استراتژی شد تغییر داده بودن. استراتژی طرح البرز این بود که جنگ در آسمان عراق باید باشه، جنگ در سرزمین عراق باید باشه، جنگ نباید داخل ایران در آسمان ایران یا اینجا صورت بگیره. حالا استراتژی طرح البرز، زاگرس تبدیل شده بود به البرز. استراتژی طرح البرز شده بود بیرون راندن ارتش عراق. یعنی اول ارتش عراق باید بیاد داخل، بعد ما تلاش کنیم بیرون رانده بشه این ارتش. بسیار دردناک بود برای ارتش، چون این استراتژی معنیش این بود که کسی که پشت توپ ضد هوایی نشسته، کسی که پشت موشک ضد هوایی نشسته، تا زمانی که هواپیمای عراقی بمبش رو رها نکرده حق نداره بهش شلیک بکنه. ما نباید آغازگر جنگ باشیم. بیشتر نظریه این بود، جمهوری اسلامی بسیار رژیم نوپایی بود و نمیخواست که جنگ بکنه، نمیخواست وارد جنگ بشه، به نفعش نبود که وارد جنگ بشه. ولی خب ارتش عراق شوربختانه
روز 31 شهریور حمله کرد، اگرچه ما درگیری های پیش از اون هم داشتیم، هواپیما از دست داده بودیم، هواپیماهای گوناگونی از دست داده بودیم در طول تیر ماه 59، فروردین، مرداد، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ما هواپیمایی از دست داده بودیم و هواپیمایی رو زده بودیم از عراقی‌ها. شاید بگم 8 هلیکوپتر رو در یه حمله هوایی بچه‌ها زدن، خلبان‌های ایرانی. حالا من بگم پایگاهش رو نمیگم. این حمله کرد و ساعت 9 شب پشت رادیو بغداد و تلویزیون بغداد گفت که من به جوانانم دستور دادم که مرزها را در نوردن و برن بگیرن خاک ایران رو. تمام چیزاش هم معلوم بود، اهدافش هم برای ما روشن بود. قطعنامه 1975 رو به طور کلی پاره کرد و نادیده گرفت و تمام شد، جنگ شروع شد. در دریا ما نیروی دریایی، چون نیروی هوایی، چون نیروی زمینی، که البته نیروی زمینی بسیار چیز بود، شوربخت بود که تمام یگانهاش در پادگانها بود، بدون اجازه فرماندهی کل قوا نمیتونست واحدی رو از پادگان خارج کنه. این نیروی دریایی یک طرحی بهش داده بودن به نام ذوالفقار. پیش از اون طرحی که نیروی دریایی داشت، اسم طرح نیروی دریایی الان درست یادم نیست، نیروی زمینی طرحش اسمش بود ابو مسلم، تبدیل شد به ابوذر. من بک‌گراند صدامو میشنوم، شما؟ نه اوکیه سر، بسیار مشکلی نداره. اگر خودتون اذیت نمیکنه مشکلی نداره. اگر میخواین برید پایین دوباره بیاین اگر سلام میدونید. اگه اجازه بدید برم پایین رو بیام. بله خواهش می‌کنم. خب تا جمع نمکی برمیگردن من کامنتارم باز کنم. اون طرح که ایشون فرمودن اسمش اون کودتای نقاب بود که خب معروفه به کودتای نقاب، حالا یا نوژن میگن، و این طرح‌ها هم الان خودشون میان و توضیح میدن، چون من فکر میکنم من شنیدم، چون خود جناب درود بر جناب مازندرانی عزیز که پیام ایشون هم من پین کنم. جناب نمکی من ویدیوتون رو روشن کنید. جناب مازندرانی هم میگن درود بر استاد عزیزم جناب نمکی بزرگوار. سلام دارم خدمت ایشون. خب شما اگه زحمتی نیست ویدیوتون رو روشن کنید، یا اینکه من فکر کنم ویدیوتون آف شده. همون عکس دوربین رو اگر اون بالا بزنید، دوربین فیلم برداری رو. اوکی الان صدا درست شد؟ نه آره درست شده. نه ببخشید درست نشده، ولی من ادامه میدم. شما مشکلی ما نداریم، صداتون اوکیه برای ما. بفهمه. به تیمسار فریدون خیلی سلام میرسونم. عرض کنم خدمتون که طرح نیروی دریایی به نام ذوالفقار بهشون ابلاغ شد. خب نیروی دریایی 2 تا پایگاه داشت، یکی در بوشهر، یکی در بندرعباس. حالا در آبادان و در خرمشهر و اینا یگانهایی رو گسیل داده بود. نیروی دریایی یک چیز داشت، یک طرحی نوشت، یعنی منظور من از نیروی دریایی پایگاه دریایی بوشهر، یه طرحی نوشت به نام درفش که این طرح عمده میخواست که تسلط دریایی عراق رو از میون برداره. این درفش
نه تنها میخواست که تسلط دریایی ارتش عراق بر دریا رو، بر خلیج فارس رو برداره، میخواست که کشتی هایی که میان به سمت بندر ماهشهر و بندر خمینی، میخواست که این کشتی ها در امنیت بیان اونجا. تقریبا در استراتژی تحت همین بود. یه روزی به من خدا بیامرزه مرحوم دادپی رو، تیمسار دادپی فرمانده من بود، فرمانده پایگاه هوایی بود، خیلی به من اعتماد داشت. من فرمانده گردان نگهداری بودم. تیمسار دادپی به من گفت که فلانی هیچ کس سابقهش تو این پایگاه به اندازه تو نیست، بلند شو برو نیروی دریایی ببین اینا طرحشون چیه، هنوز برای ما نفرستادن. اینا همه مال اوایل که شورای عالی دفاع تشکیل شده بود و به اصطلاح طرح البرز به نیرو هوایی ابلاغ شده بود و طرح البرز به دست پایگاه ششم رسیده بود. من بلند شدم رفتم نیروی دریایی رو با نیروی دریایی به تازگی فرمانده شده بود ناخدا افضلی، بلند شدم رفتم پایگاه دریایی، ناخدا افضلی هم اونجا بود. من با ناخدا سوم ملک زادگان شروع کردم راجع به طرح درفت صحبت کردم که ما چه کار باید بکنیم برابر قانون. پایگاه ببینید چیز منحل شد، فرماندهی تاکتیکی هوایی منحل شد. فرماندهی تاکتیکی هوایی که منحل شد، تمام پایگاه شدن مستقل چکاری. پایگاه ششم هم شد پایگاه مستقل چکاری. در نتیجه به فرماندهی پایگاه ششم ابلاغ کردن که باید از پایگاه دریایی پشتیبانی بکنی. بلند شدم رفتم اونجا با ناخدا ملکزاده. من با ناخدا ملکزادگان آشنایی پیشینه دیرینه داشتم. من سروان بودم، ایشون هم ناوفروان بود. یک ناوی فرمانده یک ناو کوچکی بود. من مدت یک هفته روی ناو ایشون و یک ماه روی ناو آرتمیس در یک عملیات مشترک با دریایی در گذشته، در پیش از سال 57 با ایشون آشنا شده بودم و رفتیم با ناخدا ملکزادگان این طرح درفت رو بررسی کردیم. دیدم خب اینا آتش پشتیبانی میخوان از نیروی هوایی در دریا، دفاع هوایی میخوان از نیروی هوایی در دریا، اطلاعات و هشدار اولیه میخوان در دریا از نیروی هوایی میخوان، خدمات پشتیبانی رزمی هم هر دوتا باید متقابلا میدادیم، ما باید حمایت میکردیم خدمات پشتیبانی رزمی. در این 4 مرحله من اومدم و دادپی دستور داد که پیوست هوایی برای طرح درفت رو بنویسید. طرح درفت از اونجا دریافت کردم، آوردم دادم به فرمانده، گفتم پیوست رو بنویسید. ما هم شروع کردیم پیوست رو نوشتن. من بودم اطلاعاتی از بیژن عاصم، سرتیپ بیژن عاصم، ایشون اون موقع مسئولیت رادار بوشهر رو داشت، البته مسئولیت کلی رو نداشت، مسئولیت کلی به عهده افسران دیگری بود ارشدتر از بیژن. خب ما نشستیم نوشتیم این طرح پیوست هوایی، طرح درفت رو نوشتیم. ناگزیر بودیم موومنت ها و حرکات پایگاه دریایی بوشهر رو زیر نظر داشته باشیم، چون اینا به ما اعتماد نداشتن. میدونید که در کل ارتش بی‌اعتمادی گسترده شده بود. این پایگاه به ما اعتماد نداشتن، فکر میکردن نیروی هوایی اهمیت خاصی برای طرح‌های دریایی قائل نیست، در نتیجه ممکنه افشا کنه، ممکنه اطلاعات درس پیدا کنه و تلفات زیاد بشه در دریا. ما پیوست هواییش رو نوشتیم. پیوست هواییش یکی مربوط میشد به عبور کشتی ها از لنگرگاه خارک به بندر امام و بندر خمینی در اون بخش. یکیش هم میشد پشتیبانی از حملات دریایی
ناوگان که میگم الان ناوگان اینا چی بود، ناوگان پایگاه دریایی به خور عبدالله. ما ببینید من الان یادداشتایی دارم که چیزاشو نوشته. مثلا در صورت اینا دو تا پایگاه دریایی بوشهر 2 تا رزمناق داشت، رستم و پلنگ. 2 تا رزمناق، چند تا که شاید شمارش در حد 6-7 تا باشه. ناوچه‌های موشک‌انداز داشت در کلاس تیران و مهران و این چیزا. چند تا ناوچه‌های کوچکتر داشت که توپ داشتن این ناوچه‌ها، و چند تا هلیکوپتر سیکورسکی داشت، هم برای شناسایی، هم برای خدمات پشتیبان رزمی و هم برای پیاده کردن خدمات پشتیبان رزمی. کلا عراقی یا ارتش عراق 3 تا رزمنام داشت. حالا تو بسیاری از چیزا نوشتن، تو بسیاری از داکومنت هایی که من خوندم، کتابایی که قهرمانان جنگ نوشتن یا نویسندگانی که به نام قهرمانان جنگ کتابایی نوشتن 5 تا نفربر 1000 تنی داشت، ولی واقعیت اینه که 3 تا نفربر 1000 تنی داشت. 12 تا ناوچه اوزا داشت که 6 داشت تو بندر بصره بود، 6 داشت تو بندر ام القصر، و چند حدود 12 پروندم ناوچه‌های P6 داشت که کوچولو بودن، توپ داشتن ولی کوچک بودن. روی اسکله های البکر و الامیه تاسیسات دفاعی محکمی داشتن، و حالا درسته که جنگ که شد دیگه از اونجا چیز نکردن، نفتی صادر نکردن، اما کارهای جاسوسی در روی این 2 تا داشتن. یکی از اهداف طرح درفش هم گرفتن سکوهای البکر و الامیه بود و پاکسازی اون بود که از جاسوسای عراقی. خیلی گسترده است، حالا وقتتون رو نمیگیرم. ما روز چند تا درگیری تا روز 6 بین پایگاه هوایی بوشهر، خلبانان پایگاه هوایی بوشهر و یگانهای شناور عراقی، چند تا درگیری به وجود اومد. از اون میون بمباران تاسیسات بندری بصره و به اصطلاح محدود شدن اون 6 تا ناوچه موشک انداز اوزا در بندر بصره. اینا دیگه نتونستن از اونجا بیان بیرون چون جنگ شروع شده بود و نتونستن از خور عبدالله بیان بیرون. من نمیدونم حالا خور عبدالله مال ایرانیا بود، خور عبدالله اونجایی بود که وارد ارمنرود میشن. آقا چند بار ما حمله کرده بودیم به اینها هوایی، چند بار. روز 6 آذر داپی منو صدا کرد، خیلی به من اعتماد داشت، منو صدا کرد، گفت فلانی اینا اصلا معلوم نیست دارن چی کار میکنن دریایی‌ها. من ترسم از اونه که اینا وارد یه جنگی بشن، وارد یه نبردی بشن و بعد شکست بخورن، فریاد بزنن چرا نیرو هوایی ما رو پشتیبانی نکرد. این بینش خیلی بعداً میرسم به این بینش که فرماندهان عراقی چنین بینشی داشتن و در غرق شدن سهند و سبلان و در آسیب دیدن سهند و سبلان و غرق شدن جوشن هم
این بینش نبود برای پاسداران، نبود به هر صورت. گفت اینا میترسن وارد دریا بشن، جنگی در بگیره، به نبردی بینشون در بگیره به عراق و اینا نتونن خودشون رو کنترل کنن، نه فریادشون بلند شه شکایت بکنن که پایگاه ششم ما رو پشتیبانی نکرد. برو اونجا باشو صحبت بکن، بگو چیکار روز ششم آذر. من بلند شدم رفتم اونجا، با همین ناخدا افضلی صحبت کردم، با خود ناخدا ملکزادگان صحبت کردم. البته فرمانده پایگاه دریایی کسی دیگری بود، ناخدا حسین زاده بود و جانشینش هم ناخدا دستجردی اینایی بودن، چنین اسامی رو یادم میاد. من رفتم اونجا صحبت کردم، اینا گفت نه ما هر کاری داشته به شما اطلاع میدیم. خیلی محرمانه و خیلی خصوصی ملکزادگان به ما گفت آقا ما رفتیم تو دریا امروز. من اومدم به داده گفتم اینطوری شده، این خصوصی به من گفته رفتیم تو دریا. گفت خیلی خب برو هواپیماها رو مجهز به موشک مابریک آماده کن، برو آماده کن، تعدادشون رو بیشتر کن، دست کم 2 فروندشون اضافه کن، دست کم 2 فروند به 4 فروندی که داشتیم، گفت دست کم 2 فروند اضافه کن و آماده باشید که ببینیم چی میشه. یه ناو لوجستیکی هم فرستادن تو دریا. این دفعه گفتن ناو لوجستیکی که میخواست بره تو دریا اینا به ما گفتن، ولی ناوچه پیکان که میخواست بره تو دریا نگفته بودن به ما. بعداً صحبت شد که ناوچه پیکان رفته. ناوچه پیکان رفت که اسکله البک رو الامیه رو بگیره. اصلا هیچ بریفینگی در این عملیات انجام نشد، یعنی بریفینگ بین نیروی هوایی و نیروی دریایی، هیچ بریفینگی انجام نشد. ما فقط یه دونه اونم با من میدونم با درایت دادپی یک افسر خلبان جدید، خلبانی که هنوز کابین جلو نرفته بود، کابین عقب بود، ایشون رو فرستادن رو ناوچه پیکان. ناوچه های تندرو بردنش رسوندنش به پیکان و این سوار پیکان شد و به نام ابراهیم، فامیلش یادم رفته، میخونم پیدا میکنم فامیلشو، ابراهیم شریفی، سلطان یکم یا سلطان دوم، سلطان یکم ابراهیم شریفی، این رو فرستادن روی پیکان. رفت رو پیکان، اینا رفتن به سمت البکر. حالا بعدا من با این اسامی رو که میگم بعدا آشنا شدم. یک ناوبان یکمی به نام کیوان شکوهی در رأس این عملیات بود که باید حمله میکرد به البکر رو میگرفت، بعد میرفتن سراغ الامیه و داستان اینطوری بود. رفتن چسبیدن به البکر، پیش از اینها قبل از ششم آذر نیروی پایگاه دریایی بوشهر یک کاری کرده بود برای آزمون، من فکر میکنم برای آزمون قدرت دریایی عراق. ناو رستم رو فرستاد از ته الامیه، با سرعت حرکت کردن، دمدمای سحر حرکت کردن، اومدن از ناو الامیه رو بستن به توپ، البکر رو بستن به توپخانه چی بهش میگن، توپخانه ساحلی یا بمباران ساحلی، یه جور چیزی. اینا رو بستن به توپ و به سرعت اومدن به طرف بوشهر که وقتی کارشون کار توپخانهشون تمام شده بود، فریادشون در اومد که ما پشتیبانی هوایی میخوان که F4 بلند شدن، در حالی که اگر پشتیبانی هوایی میخوان از ترس عملیات هوایی باید F14 ها بلند میشدن. اینا فرصت نداده بودن، حتی اطلاع نداده بودن که ما بتونیم خودمون آماده کنیم. رفتیم، اینا این کارو کرده بودن. حالا حمله کردن الامیه، البکر رو بگیرن. رفتن صبح فکر میکنم صبح ساعت 7 صبح اینا رسیده بودن به البکر.
از البک رفتن بالا. 20 نفر عراقی روی البک بودن. یکیشون کشته شد توسط این تیم، یکی کیوان شکوری بود، یه ستمانی که دیگه هم بود که اسمش رو الان خاطرم نیست. این گروه هوایی دریایی که رفتن چیزو کشتن، یه نفر از عراقی ها رو کشتن، 19 نفر دیگه شون تسلیم شدن و دستگیر شدن، اومدن روی پیکان، پیاده شدن روی پیکان. عراقی ها فهمیدن داستان چیه. از اون اولی که چیز حرکت کرده بود، پیکان حرکت کرده بود، یک ناقچه اوزا از امالقصر حرکت کرد، اومد به سمت الامیه و رفت زیر الامیه، تمام دستگاهاشو خاموش کرد، تمام رادارش استندبای، همه چیزش خاموش، هیچ آثار علائمی از خودش به جا نذاشت. خب رادارهای ما هم که اعلام جنگ نشده بود، که اعلان جنگ نشده بود که اینا آمادگی داشته باشن اینا رو بگیرن. اینو فراموشش کردن، ترکش رو اصلا ترکش نکردن. یک ناقچه اوزای دیگه از امالقصر به سرعت اومد که با پیکان مقابله کنه، در نزدیکی الامیه دست کم پیکان رو بزنه. خب دیگه جنگ مغلوبه شد. حالا روز 7 آذره، روز 7 آذر جنگ مغلوبه شد، این دیگه واقعا مغلوبه شد. بچهای بوشهر بلند شد، خلبانای بوشهر بلند شدن. یک دلاوری به نام ساجدی، الان سرتیپ بازنشسته است، اون موقع ستاد یکم بود، کیان ساجدی، حمدالله کیان ساجدی. اگر شما صدای خودتون رو کم کنید من فکر کنم این بک‌گراند در بین میره. بله، حمدالله کیان ساجدی. یک دلاوری به نام علی بختیاری، الان سرتیپ بازنشسته است. اینا بلند شدن جدا جدا و رفتن و ناقچه اوزایی که اومده بود بیرون رو زدن با موشک مبریک. این موشک مبریک اصلا برای دریایی طراحی نشده بود. این رو سرهنگ سید جلیل پوررضایی در بندر عباس در زمان گذشته، زمان سرگردیش، زمان سروانیش، این رو امتحان کرد علیه شناورا و موفقیت آمیز بود. حالا تو سیستم رزمی نیرو هوایی وارد چیز شد، به کار گرفته شد علیه ناوچه ها. رفتن زدن، یه ناوچه P6 رو زدن، یه دونه ناوچه اوزا رو زدن. ناوچه اوزا وحشتناک بود، موشک هایی داشت که اسمش الان یادم رفته. این موشک ها شاید کسانی که تو لایو باشن یادآوری بکنن. موشک هایی داشت ناوچه اوزا، یه موشک های واقعا قطعی داشت که دست کم 5 کیلومتر از موشک های هارپون پیکان بردش بیشتر بود. اگر پیکان 30 کیلومتر بود یا 35 کیلومتر بود، این 38 کیلومتر بود برد موشکاش. ناوچه اوزا موشک ها هم اسمشون یادم رفته. اینا یکی دیگه ناوچه اوزا اومد، یه نفربر 1000 تنی فرستادن. گفتم 3 تا نفربر 1000 تنی داشت ارتش عراق، یعنی منظور من نیروی دریایی عراق و در اون نقطه فرستادن این که بیان این چیزها رو جمع آوری بکنن. اولا میخواستن یه گروهی رو، میگن آستیکس اگر اشتباه نکنم. چی؟ یه دفعه دیگه بگو. یا میگن آستیکس. استیکس خیلی قتال بود، خیلی موشک قتالی بود، کشنده. اینا بلند شدن. به هر صورت این نفر 1000 تنی جمعی رو، گروهی رو برداشته بود بیاره روی الامیه و البک پیاده بکنه برای دفاع از البک و الامیه. از اون طرف میخواست که نفراتی که غرق شدن توسط موشکباران ناوچه اوزا، توسط موشکباران هوایی، اینو جمع کنه از رو دریا. که همین دلاور علی بختیاری بلند شد
البته در یکی از پروازهایی که کرد منم مسئولیت دفاع هوایی خودش رو به عهده داشتم. ایشون چیزو زد در همون دهانه خور عبدالله، ناوچه ناو 1000 تنی، نفرور 1000 تنی رو زد. نفرور 1000 تنی با یه موشک که کارش تموم نمیشد. اینا برگشتن اومدن، گروه های دیگه رفتن. یادم میاد منشر محققی تو این عملیات شرکت داشت. یادم میاد حسن مفتخری بود، کاظم روستا بود که اینا شهید شدن و چند نفر دیگه که حالا اسمشون شاید در طول گفتگوها یادم بیاد. من بیشتر علاقه دارم که طرح دریایی مورد توجه مردم قرار بگیره. آقا جنگ مغلوبه شده بود دیگه، بزن شد، رسید به ساعت 12. در ساعت 12 حالا شما نگاه کنید، هواپیماهای F-14 یک بند بلند میشن، گاهی سوخت میرسید بهشون، گاهی سوختگیری نمیتونستن بکنن، یک بند بلند میشدن و میامدن. دفاع هوایی به عهده اونا بود، دفاع هوایی ارتفاع بالا به عهده اونا بود. F4 ها هم در مسیر خارک تا بندر ماشهد اینا دفاع هوایی لو لول رو به عهده داشتن. هواپیمای F4 با موشک‌های سایدواندر و موشک‌های یه موشک دیگه داره، چیه اسمش یادم نمیاد، هم پیرمردی و خیلی حافظه ضعیف. خلاصه جنگ مغلوب شد. تا اونجا 3 تا ناوچه اوزا تا ظهر تا ساعت 12 3 تا ناوچه اوزا رفت زیر آب، 3 تا ناوچه P6 رفت زیر آب، یک نفر این نرفته بود زیر آب. چند بار مورد موشک باران قرار گرفت این نفر 1000 تنی. از اون طرف هواپیماهای F-14 5 فروند میگ 23 و سوخوی 22 رو سرنگون کردند. چرا این اتفاقات افتاد؟ فرمانده دریایی عراق از ترس اینکه فردا بهش نگه صدام تو چرا از همه امکاناتت استفاده نکردی، هرچی داشت فرستاد رو دریا، هرچی داشت فرستاد رو دریا. اونایی که جون سالم به در بردن، اوضاعایی که جون سالم به در بردن، شانس رو بردن از اون میدان جون سالم به در بردن. 3 تا اوضاع تا اون ساعت 12 چیز شده بود، زیر آب رفته بود، ریخته بودن رو آب آدمایی که غرق داشتن می شدن، به هر حال خدمه این ناوچه ها. 3 تا ناوچه P6 رفته بود زیر آب، خدمهشون رو آب داشتن غرق می شدن. یک ناوچه‌ای که اوضاع که من براتون صحبت کردم، گفتم ساعت 7 صبح این اومد، هنوز جنگ مغلوبه نشده بود، این اومد رفت زیر الامیه، کسی هم حواسش به این نبود. این پیکان با فرماندهی ناوسروان، یادم رفته اسمشو، یه قهرمان دریاییه ایشون، الان خیلی چیزا به نام ایشون هست. فرمانده ناوچه پیکان بود که غرق شد. ناوسروان یادم رفته اسمشون. ایشون خیلی از اینا که اسرا رو گرفتن، همتی بودن. بله همتی. ایشون سرمست از پیروزی، یعنی 19 نفر از روی البرگ گرفته بودن، اسیر کرده بودن و آورده بودن تو پیکان. سرمست از حرکت کرد که بیاد بوشهر و جشن پیروزی برپا کنه. حرکتش با نیروی هوایی هم هماهنگ نشده بود. البته اگر هماهنگ شد، نیروی هوایی میگفت من بله چشم، من پشتیبانی میکنم، مشکلی ندارم و میومد. بالاخره هم اومد. همین که از البکش دور شد، به اندازه شاید بگم 10 مایل دور شد، اون ناوچه اوزایی که زیر الامیه پنهان شده بود رادارش روشن کرد، از زیر الامیه اومد بیرون، لاک کرد روی پیکان و با موشک استیکس
پیکان رو زد. اولین موشکش رو اینطور که در دیبریفینگ عملیات صحبت شد، اولین موشکش دیفید میشه، میزننش موشک رو، ولی دومین موشک میخوره به پاشنه، سومین موشک میخوره به عرشه و غرق میشه، پیکان غرق میشه، همه میریزن رو آب. ستون یکم ابراهیم شریفی هم متاسفانه شهید شد تو این میدان. آخرین کسی هم که با ناخدا همتی صحبت کرد من بودم که گفت این جناب سروانتون بگید هوای ما رو داشته باشه. یعنی خیلی خوشحال بود از عملیات که انجام شده. میگفت به شوخی گفت به این جناب سروانتون بگید با ما راه بیاد، چون اون درخواست هواپیما میکرد دیگه، اون از اونجا درخواست میکرد، هواپیما از طریق اون انجام میشد. خلاصه این عملیات بلا فاصله یک خلبانی به دلاوری به نام، البته خوشنام نیست ولی به نام عباس عابدین، بعد از اینکه پیکان رفت زیر آب، اگر البته فریادش در اومده بود که منو پشتیبانی باید بشم اینا، منتها ما فکر کردیم پیروزی شده، تمام شده. عباس عابدین تیکاف کرد، موقعی رسید رو سر اوضاع که موشکش خورده بود به پیکان. عباس عابدین دایو کرد و با 2 مبریک زد ناپته اوضاع آخری رو، 4مین ناپته رو غرق کرد و حاصل عملیات هم 5 طیاره اون از دست دادن و 4 اوضاع، 3 P6، 1 نفربر 1000 تنی و تسلطشون بر البکر الامیه پایان یافت. این حاصل بود. اما یه خلبان ما داشت می اومد، من اینجا میگم خیلی سال گذشته دیگه، بس کنیم پنهانکاری رو. به نظر من بهتره که پنهانکاری رو بس کنیم، مشکلات رو بررسی کنیم، دشواری هایی که به وجود اومد رو بررسی کنیم. منو دارید شما؟ کپتن با من ارتباط دارید شما؟ بله تیم سار، گوشیم افتاد یه لحظه، من تا نصبش کنم شما صحبتاتون ادامه بدید. بله. این سروان حسن مفتخری و سلطان کاظم روستا که روستا یکی از اون گروه خلبانانی بود که روز اول 31 شهریور حمله کردن به شعیبیه. دلاور بسیار بزرگی بود، بچه شیراز هم بود گویا. این طیاره ما رو آسمانی که هیچ کس نبود، یه میگ 23 داشت در روی ام القصر پرواز میکرد. این طیاره F4 ما رو به خلبانی سروان حسن مفتخری و سلطان یکم کاظم روستا متاسفانه به انگیزه اشتباه رادار نتونست رادار درست تشخیص بده و به خلبان F14 گفت خودشه، بزن. گفت من لاک کردم روش، بزنم نزنم؟ گفت بزن و زدن. F4 ما رو زدن، اینا هم رفتن تو آب و دیگه هیچ آثاری ازشون پیدا نشد، حتی فرصت ایجکت هم پیدا نکردن. عرض کنم خدمتتون که این داستان مروارید بود. عملیات دریایی بسیار گسترده بود، هر روز ما درگیر بودیم. شما ببینید اون موقعی که من این صحبت‌ها رو دارم میکنم سرگرد بودم. من شدم سرهنگ فرمانده پایگاه بوشهر. قرار بود که جنگ دریایی اصلا دقیقاً توی درفش، توی طرح ذوالفقار از نصف النهار 52 درجه به سمت شرق بر عهده پایگاه بندرعباس بود، از 52 درجه به سمت غرب به عهده پایگاه بوشهر بود. ما درگیری داشتیم، طیاره های ما F14 ها و F4 ها باید پشتیبانی میکردن کشتی های تجارتی بازرگانی با مال تجاری فراوان می آمدن به تنها بندری که میتونستن جنساشون رو خالی کنن بندر ماشهر بود.
در نتیجه اینا می اومدن در لنگرگاه بوشهر، لنگرگاه خارک متوقف می شدن، تعدادشون به 12 تا که می رسید یا 15 تا که می شدن یا 10 تا که می شدن بر حسب تشخیص فرمانده پایگاه دریایی. این می اومد راه می افتادن و پشتیبانی هوایی اینا آغاز می شد. البته خیلی داستان ها داره، مثلا تمام وسایل ارتباطی این کشتی های تجارتی رو می گرفتند که یک کشتی بود به نام لویزان، خیلی فرمانده این کشتی یک کلمبیایی بود، خیلی با تجربه بود. این لویزان مال قبل از جنگ جهانی اول بود، 600,000 تن بار میگرفت. این انقدر یه دونه دستگاه ارتباطی رزرو گذاشته بود در خودش. وقتی گرفتن راه که افتادن این شروع کرد به گرا دادن، شروع کرد به صحبت کردن تا خلبانای عراقی بیان بزننش. نتونستن بزننش تا موقعی که پیچید تو خور موسی، دید دیگه کار تمومه، خودشو زد به گل برای اینکه بتونه هم چیز رو بگیره، هم بیمه کشتی رو بگیره و هم بیمه مال و تجاره رو. 600,000 تن بار داشت، از برنج گرفته، روغن، تلویزیون، ویدیو، نمیدونم انواع اقسام وسایل الکترونیکی و لاستیک ماشین و هر چی که شما بگید داشتید. خب این کار رو پایگاه بوشهر و به پایگاه 7 شکاری و پایگاه 8 شکاری انجام میدادن، حمایت میکردن از اینا و میرفتن و میومدن. جنگ و درگیری داشتیم. هاشم آقا خدا بیامرزم تو همین ماجراها شهید شد. خب درگیر بود. حالا این داستانی که من تعریف میکردم براتون 100 درجه سرگرم، حالا من سرهنگ شده بودم. جنگ نفکش ها شما اسمش رو شنیدید حتما. جنگ نفکش ها، آقا هرچی نفکش می آمد به سمت خارک، عراقی ها می آمدن بزننش، باید دفاع می شد. خلبان های F-14 مدام در حال پرواز بودن برای دفاع از اینا. نفکش هایی که می رفتن به سمت بندر الاحمدی و بندر کویت و یه بندر دیگه هم بود به نام بانیان، اینجور اسمی، ما بلند می شدیم که اونا رو بزنیم. از بوشهر طیاره ها بلند می شدن که نفکش های اونا رو بزنن. درگیری بسیار بود. یه مثلا نمونه شو بهتون بگم. یه بار من دنبال یکی از این نفکش ها داشتم میرفتم، ناو استارک زدنش، چیز شد، داغون شد، کشوندنش بردن بحرین. بعدن دیگه نمیدونم چی شد. 38 نفر آدم اونجا کشته شدن تو این ناو استارک. ناو استارک به من چیز داد، چی میگن، هشدار داد، نمیدونم، اخطار داد که اگر به 5 مایلی من برسی پودرت میکنم، شلیک میکنم، هم به زبان فارسی هم به زبان آمریکایی. خب این درگیری بود. حالا من شده بودم فرمانده پایگاه بوشهر. به ما آقای حسینی رفسنجانی فرمانده جنگ بود. به ما امریه داده بود که در هفته باید 3 تا نفکش عراقی رو بزنید، یا مال عراق یا مال هر کشور که برای عراق میاره. به بندر عباس هم گفته بود شما هم باید 3 تا بزنید. ما هر هفته 3 تا میزدیم. حالا شلیک خوبی بود متوقف میشد، شلیک بدی بود راشو میکشید میرم، ما میزدیم به گزارش میکردیم. یه روز 2 تا نفکش در طول هفته زده بودیم. خلبانای بوشهر 2 تا نفکش رو زده بودن. روز جمعه بود، باید من گزارش میدادم که سومی هم زدیم. ساعت 5 بعد از ظهر بود. من رفتم آلرت رو دیدم بچه ها هرچی رفتم با F-15 های عربستان رو برو شدن، با چیزها رو برو شدن، با اختراع آمریکایی ها رو برو شدن. آخر سر دیگه کسی رو نداشتیم. گفتم لباس تیشوت و کلاه پرواز من و هارنس و اینا رو بیارن. آوردم پوشیدم. من با خدا یا یادم نمیاد الان کی بود، یا عبدالله کاشانی فر بود یا یکی از این بچه ها، بلند شدیم. من از چرخ‌ها رو که جمع کردم اصلا از زمین بالاتر نرفتم.
گردش کردم به سمت دریا، خوابیدم کف آب. این نفکش که 2 بار بهش حمله شده بود و موفقیت آمیز نشده بود، داشت میرفت، شب داشت میشد، این داشت میرفت تو بندر رأس التنوره، راهشو کشف کرده بود بره اونجا. ما نمیدونستیم راهشو کشف کرده. من رفتم اونجا که ببینم چیه، دیدم نفکش رو، دیدم که رفته تو بندر رأس التنوره. من 16 مایلی پاپ کردم، سرعت 500 نوت، رول کردم 30 درجه، 2 تا موشک پشت سر هم شلیک کردم و انداختم کف، همونطوری با سرعتی که سوپرسونیک شدم، انداختم کف، مثلا حدودا 650 نوت این حدودا سرعتم بود، انداختم کف آب و دیدم که این نفکش تو لنگرگاه بندر رأس التنوره بود. خوابیدم کف آب، همونطوری کف آب اومدم تا کنگان اومدم بالا و رفتم. شب دیگه تاریک بود دیگه، شب بود دیگه، نشستم. این جنگ دریایی دقیقاً انقدرم چیز بود، مهم بود که تمام فرماندهان ارتش و سپاه رو برده بودن. اون سال که 400 تا حاجی کشته شد توی مکه، تمام اینا رو برده بودن اونجا و چیز کرده بودن. اونایی که درگیر بودن نبرده بودن، فرماندهان ارتش و سپاه رو، فرمانده پایگاه ها رو، فرماندهان ستادی رو، فرماندهان پایگاه ها رو، همه رو برده بودن. تمام سپاهی ها، مثلا محسن رضایی بوده، صیاد شیرازی بوده، رحیم صفوی بوده، همه اینا بودن اینجا تو اون جریان تظاهرات حاجی ها که 400 نفر کشته شدن، که اینا همه رو برگردوندن با یه هواپیمای به نام پرواز قدس. به منم اعلام کردن که باید تا تهران اسکورت بشه، از گارفیش تا تهران باید اسکورت بشه، که ما هم اینو اسکورتش کردیم تا تهران، فرود اومد. یعنی حج این فرماندهان تمام نشد با این جریاناتی که عرض می‌کنم خدمتتون. هیچی، درگیریات در دریا همینطوری ادامه داشت و حالا خوبه که یه نفر از بندر عباس بیاد، از خلبان‌های پایگاه بندر عباس یا فرماندهشون بیاد اینجا و درباره درگیری‌هایی که اونا داشتن و زدن صحبت هم بکنن. تا رسید به یه روزی که من داشتم پرواز میکردم رو خلیج فارس، دیدم من داشتم میشمردم نزدیک 90 تا شمردم، اما خیلی بیشتر از 90 تا بود، شاید 200 تا ناوچه‌های کوچولو داشتن میرفتن به سمت. حالا موقعی بود که چیز اومده، نام هواپیمابر آمریکایی بالاخره بعد از کش و قوس فراوان بالاخره تصمیم گرفتن که نام هواپیمابر از تنگه هرمز عبور کنه، بیاد جنوب غرب خلیج فارس و اومده بود. خب نام هواپیمابر 3 تا 4 تا رزمناو همراهشه. من دیدم اینا دارن میرن به طرف مال سپاه، ناوچه‌های سپاه بودن، میرفتن به طرف ناوگان آمریکایی‌ها. من اومدم پایین گزارش کردم، مثل اینکه متوقف شدن و نرفتن، برگشتن. یک چنین درگیری‌های سپاه با این آمریکایی‌ها داشت. استراتژی سپاهی‌ها که تعریف استراتژی را نمیدونستن. واقعا استراتژی از جنس اندیشه است. اندیشه ایست یگانه که چون دست دهد رستگاری در پی دارد. اینا اصلا فرق بین رستگاری و پیروزی رو اهمیت نمیدادن. رفته بودن تو دریا یه روزی با ناوهای آمریکایی درگیر شدن تو خلیج فارس. ناوهای آمریکایی ها اینا رو یکی بین خروسی که دونه برمی‌داره از رو زمین زدن، ناوهای کوچیک زدن. فریادشون به آسمون بلند شد که چرا نیروی دریایی از ما پشتیبانی نمی‌کنه، چرا نیروی هوایی از ما پشتیبانی نمی‌کنه. بابا تو نگفتی، به هیچ کس نگفتی جنگ حساب داره، جنگ شمارش داره، جنگ کتاب داره، از روی کتابه. شما نمیتونی وقتی می‌نویسن طرح درفش باید بر پایه طرح درفش در خلیج فارس جنگید. تو در بر پایه چی داری می‌جنگی؟ هیچ معلوم نبود.
آقا فرمانده نیروی دریایی هم متاسفانه همون اشتباهی رو کرد که فرمانده پایگاه دریایی عراقی ها کرد در 7 آذر. هرچی امکانات داشت فرستاد، از ترس صدام فرستاد تو دریا. اینا هم یکی پس از دیگری بچهای افول زدنشون. آقا این یه دفعه فرمانده نیروی دریایی هر چه بود من نمیدونم، ناو جوشن، ناو سهند و سبلان رو فرستاد برای اینکه بگه من پشتیبانی کردم، من فرستادم. آمریکایی هم هر 3 تا رو زدن. جوشن غرق شد، سهند و سبلان هم آسیب دیدن. نمیدونم سرنوشتشون به کجا کشیده شد. و این جریاناتی بود که در جنگ دریایی بود. خیلی چیزا داره. مثلا من بخوام یگان ها رو بگم، اجازه بدید بگم. در عملیات مروارید ببینید اهداف عملیات، هدف استراتژیکی این عملیات اگر با اصل تامین همراه میشد به تسلط ارتش عراق و سکوهای نفتی البکر و الامیه پایان میداد. نظامیان و کارکنان نیروی دریایی کشور عراق برای سکوها مستقر بودند به تردد شناورهای تجاری نفتکش نظامی به بندرهای کشور کویت و دهانه ورودی به اروندرود و شط‌العرب خور عبدالله را کنترل می‌کردند. همچنین برای جاسوسی و شنود الکترونیکی علیه عملیات نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش ایران از این سکوها استفاده می‌شد. نتایج عملیات: انهدام 3 فروند ناوچه موشک‌انداز اوزا، 3 ناوچه P6 و 1 نفربر 1000 تنی، در حالی که 4 فروند اوزا بود. انهدام 5 فروند هواپیمای جنگنده رکیب و جنگنده بمب‌افکن دشمن از نوع میگ 23 و سخوی 22. به اسارت گرفتن 16 نفر افسر درجه دار و سرباز نیروی دریایی عراق. انهدام دستگاه‌ها و سازه‌های جاسوسی ارتش عراق روی 3 اسکله‌های البکر و الامیه. شرایط عمومی کشور دیگه بگذاریم. وضعیت دشمن: 12 فروند ناوچه‌های خدماتی تندرو به نام P6 و با سلاح سبک در بندر ام-القصر، 5 فروند نفربر 1000 تنی و ناو مینجمکن. من گفتم 3 فروند، 5 فروند درست نیست، 3 فروند درسته. یه اسکادرون هواپیمای جنگنده بمب‌افکن میگ 21 در پایگاه هوایی شهیدیه با شمار 18 فروند هواپیما. هواپیماهای جنگنده رکیب میگ 23 معمول از پایگاه هوایی حبانیه در پایگاه هوایی ناصریه به تعداد 12 فروند. اسکادرون هواپیمای جنگنده بمب‌افکن میگ 21 در پایگاه هوایی ناصریه به تعداد 12 فروند و 12 فروند هلیکوپتر سوپر پرلون و خیلی چیزایی که داشتن، موشک‌های استیکس که داشتن. ما در چی داشتیم؟ گردان زمین به هوای موشکی هاگ در بوشهر رو داشتیم، گردان زمین به هوای توپخانه تریپل ای در بوشهر رو داشتیم، ایستگاه رادار جستجوگر FPS 100 در بوشهر با استعداد یک گردان داشتیم، گردان زمین به هوای موشکی هاگ در ماشهر، گردان زمین به هوای توپخانه تریپل ای در ماشهر، ایستگاه رادار GPS 11 در سربندر با استعداد یک گردان، ایستگاه رادار جستجوگر ایدی اسپورت در بهبهان با استعداد یک گردان. پایگاه هوایی بوشهر با گردان‌های 61 و 62 جنگنده بمب‌افکن F4، 1 اسکادرون جنگنده بمب‌افکن جنگنده رهگیر F14 در پایگاه هوایی شیراز، گردان‌های 81 و 82 در پایگاه هوایی اصفهان با جنگنده رهگیر F14. اینا وضعیت رزمی بود، شمار وضعیت رزمی بود. به هر صورت من سخنم اینجا تموم میکنم، اگرچه مگه میشه تموم بشه؟ مگر میشه جنگ دریایی رو تمام کرد؟ این آقای ناخدا ملکزادگان بعدها شد، من گفتم رفتم با ناخدا ملکزادگان گفتگو کردم، یک هفته هم روی ناوش بودم که فرمانده‌اش بود، آشنایی دیرینه داشتیم، پیشینه داشتیم. این ناخدا ملکزادگان یواش یواش شد فرمانده نیروی دریایی، اومد بوشهر رو بازدید بکنه. اتفاقا سردفترش اینا زنگ زدن به من که گفته که شما هم بیاد. من رفتم شدم، رفتم احترام کردم، بوسیدمش و شب و پیش اونا بودم. این ناخدا ملکزادگان یکی از قهرمانان نیروی دریاییه.
در طرحنویسی یک بود. طرح درفش اون نوشته، طرحهای دیگر رو اون نوشته، فرمانده نیروی دریایی شد. الان نمیدونم کجاست، نه اسمی ازش هست نه نامی ازش هست، نمیدونم کجاست و یکی از دلاوران و قهرمانان دریایی در جنگ ماوه ایشون. بگذاریم اگه پرسه چی از من پاسخ بدم. خب خسته نباشید. ما طبق اون روالی که با هم دیگه داریم میخوایم به هر حال حالا اون لایف ها رو یه مقدار کوتاه‌تر اجازه هست؟ ولی بله بله اصلا شما اگر این کارو نکنید که دیگه به دل نمیشینه. هر خاطره ای که گفت سیگار کشید. درود بر جام نمکی عزیزم. شما این سیگار کشیدنتون یک برنده. من دیدید که بارها و بارها این برانبر خودتونم شنیدید. خسته نباشید. عرض کنم که من از خانم نمکی هم تشکر میکنم از همینجا که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن، جام نمکی در کنار ما باشند و به هر حال زمان از خانواده گرفته شده. جناب تیمسار فریدون صمدی پیام دادن در حین صحبتاتون، میگن که جام نمکی چشم ما روشن، بعد از مدت‌ها زیارتتون کردیم. جناب تیمسار فرقانی، بهمن فرقانی هم نوشتن حالا درود بر هر دو تا علیرضا عزیز. حالا من این واژه‌شون میگم. تیمسار صمدی و تیمسار فرقانی، اینا از بزرگان من بودن، اینا از معلمای من بودن. خدا حفظ کنه همه شماها رو که هر کدومتون. جام صمدی که در لایو هستن حالا احتمالاً می‌نویسن برای شما. من فقط دنبال جام واعظی میگردم که یه لحظه شما یه سلام علیکم بفرمایید با هم. و من چون نمیخوام خستتون کنم، این جام شیرآقایی عزیزم براتون نوشتن، جام مازندرانی عزیز و از کنم آقای افشین خان اقبالی دوگاهه، پسر شهید والا مقام اقبالی دوگاهه. من از کنم خدمت شما که حالا دیگه تو این حاشیه نمیرم. من فقط جام واعظی اگر که هستن تو لایو و میخوان تشریف بیارن یه مطلب بنویسن که من دعوت کنم، وگرنه که ما دوستان اگر سوالی دارن بفهمن جناب نمکی. جناب نمکی راجع به جناب خلصبری اگر خاطره مطلبی دارن بفرمایید. من ایشون هم سالگردشون تازگی گذشته. فراموش کردم این کابین عقب ایشون در زدن ناو نفربر 1000 تونی، ایشون کابین عقب سرتیپ علی بختیاری بودن. ایشون در عملیات قربانی ایشون کابین عقب سرتیپ علی بختیاری بودن. دلاور بزرگی بود ایشون. در مورد تیمسار واعظی من بگم، تیمسار واعظی تمام ماموریت‌های استراتژیک نیروی هوایی از طریق ستاد ارتش توسط همین تیمسار واعظی ابلاغ میشد، میومد خودش فرمانده نیرو رو توجیه میکرد، عملیات رو توجیه میکرد، ایشون انجام میداد. مثلا روز دوم مهر عملیات چیز تبدیل شد، عملیات تاکتیکی تبدیل شد به استراتژیک زدن پالایشگاه‌ها و مراکز نفتی و پل‌های حمل و نقل، سیستم حمل و نقل تبدیل شد. اینا رو همه رو تیمسار واعظی و یارانش ابلاغ می آوردن، به نیروی هوایی ابلاغ می کردن. همین عملیات اسکری رو ایشون آورد ابلاغ کرد. در هر صورت ایشون نقش بسیار بزرگی در طراحی عملیات داشته. خب من ضمن این که از جناب واعظی میخوام اگر یه مطلبی رو بنویسن که من دعوتشون کنم. از این دوستانی هم که دارن به حال یه مقداری شیطنت میکنن، هی مینویسن. یکی اومده بود میگفت من نمکی هستم، یه آیدی دیگه بود و با آیدی جدید دارم میام. الان هم عین همین کار داره اون آقا برای جناب واعظی میکنه. یا واعظی آیدی دارن خودشون و اگرم قرار باشه بیان، ولی من اون اشتباه رو نمی‌کنم. فقط حالا بعد لایو خدمت شماها میرسم، دونه دونه‌تون رو اجازه میدید که ببینید، اجازه میدید من یه خاطره تعریف بکنم؟ حتما. ببینید این نمکی یک فامیل نامنوسه.
مثلا تهرانی‌ها نمک فروش داشتن، نمکی چوبکی نون خشکی داشتن. خاتم، تیمسار خاتم، من با خاتم 4 بار پرواز کردم. در پرواز 4میش با من خیلی صحبت کرد، منو کاملا میشناخت. یه روز منو فرستادن از شیراز، منو ابن یمینو فرستادن تهران بیاین خدمت تیمسار خاتم. ایشون از افسران به اصطلاح نمونه پایگاه ها تقدیر میکرد، جایزه میداد، تقدیر میکرد. اومد، ما همه به خط وایساده بودیم، تیمسار خاتم اومد جلوی من وایساد و گفت که تو هنوز اسمت نمکیه؟ چرا عوض نکردی؟ فلان کس یه ژنرالی رو اسم برد که فامیلش این بود، عوض کرد به این چقدرم زیبا، چرا عوض نمی‌کنی فامیل؟ گفتم چشم عوض میکنم، ولی هیچ وقت موفق نشدم عوض کنم. حالا خاطره رو که میخوام بگم اینه، خنده داره برای اینایی که تو لایون. ما از بوشهر خانومم و بچه هم اومده بودن تهران خونه خواهرش. یه پسری من داشتم، یه پسری دارم که اون موقع 4 سال یا 5 سالش بود. این تو خونه خواهرش از چیز میفته، از بالکن میفته، شاخه درخت اینجاشو پاره میکنه. خانومم یه چادر میندازه تو سرشو، یه جفت تنپایی رنگ به رنگ میپوشه و هولکی بچه رو تو تهرانو، هولکی بچه رو میاره جلو درمانگاهی که نزدیک خونه خواهرش بوده، بچه رو میبرن اونجا و بالاخره بخیه میزنن و درستش میکنن. دکتر از این بچه میپرسه پدرت چی کاره است؟ این فکر میکنه مثلا گفته پدرت کیه؟ میگه پدرم نمکیه. میگذره. خانم که میره پول بده، میره این بچه رو بگیره و پول بده، اون خانومه که پول میگیره اینا میگه آقای دکتر گفته ازشون پول نگیرید، این نمکیه، پدرش نمکیه، نمک فروشه، نمکیه، نون خشکیه، این از این پول نگیرید. پول نمیگیرن از بچه من. من صدا رو باز نمیکنم چون فیدبک پیدا میکنه، ولی خیلی جناب نمکی، دوستان میگن نمکی خیلی فامیلی قشنگی هم هست و اصلا ایرادی نداره چون انقدر شما رو دوست دارن. جناب صمدی نوشته که من شاهد مدیریت خوب حضرت عالی بودم در نیروی هوایی. ما شاگردی کردیم، هرچی بوده در درس بستادیم. خب جناب نمکی، من میخوام محبت کنید از تیمسار خاتم، چون ایشون به هر حال ما هم در سالگرد ایشون هم نتونستیم باشیم. حالا چند تا رو من یکی یکی دارم میگم. از تیمسار خاتم باید بگین، از تیمسار ربیعی باید بگین، از تیمسار جهانبانی باید بگین. اگر از تیمسار عرض کنم فرمانده نیروی زمینی اون موقع یادم رفت فامیلیشونو، با همین جناب ربیعی، با جناب ربیعی اینا بودن. بدرهی؟ نه که حالا قبلشون هم بغل یادم رفت فامیلیشون. تیمسار شما از جناب خاتم بفرمایید و از جناب ربیعی تا من این مرد بزرگم براتون اسمشو بگم که اگر تا نیرو زمینی بودن، فرمانده نیرو زمینی بودن. بفرمایید خواهش می‌کنم. والا تیمسار خاتم من 4 بار باهاش پرواز کردم. کانری کابین عقبش بودم وقتی سولو شده بود. عرض کنم خدمتتون که فرمیشن و ACT و اینا کابین عقبش بودم. یه شب اولین پرواز شب سولوش بود. منم علاقمند به اینکه خودمو نشون بدم، کابین عقب فرمانده نیروی هوایی هستم و فلان. فلایت پلن رو به دقت نوشتم، بردم امضاشو گرفتم، کاراشو کردم، اومدم پای هواپیما رو بازدید کردم و اینا. ایشون هم اومد و سوار شدیم و رفتیم، پیکاپ کردیم و رفتیم. حالا من درم چیه؟ ستاندو هم. ایشون بلند شده رفتیم همدان، هولدینگ، تکن، هولدینگ، پنتریشن، تمام اینا رو من قبل از پرواز از حفظ کرده بودم، تمام نقاطش رو رزه‌کاری شد.
شیوه ورود به هلدینگ و همه رو حفظ کرده بودم. رفتیم پنتریت کرد، رفت پایین، دو اپروچ کرد از همدان اومدیم بالا، به من گفت هواپیما رو تو داریم. ما هم هواپیما رو گرفتیم اومدیم بالا و هول هولکی، حالا همش دارم فکر میکنم اشتباه نکنم، جلوی فرمانده نیروی هوایی اومدم با چیز رفتم تو هلدینگ تهران، هلدینگ مهرآباد. رفتم تو هلدینگ مهرآباد به درستی وارد هلدینگ شدم، گردشو به چپ کردم، گردشو به راست کردم، گردشو به چپ کردم، اومدم تو هلدینگ. بعد از اینکه چند تا هلدینگ کردیم جدا شدیم از هلدینگ تکن، اومدیم پنتریت کردیم، لپیتی جی سی ای گرفتیم، لپیتی شروع کردم گردش کردن، جی سی ای ما رو آورد پایین. گفت به من پهلوان میتونی بشینی؟ گفتم اگه اجازه بدی. حالا افور دی کابین عقلش خیلی دیدش کمه، تیمسار صمدی بهتر از من میدونه، هزاران ساعت پرواز کرده با افور دی، خیلی سخته. منم جوان بی تجربه نان پایلوت اومدم همینطوری با ضرب این بر اون بر اون بر اون بر تمرگیدم توی باند مهرآباد، واقعا تمرگیدم. البته اون موقع یه شانسی داشتیم، هنوز این راندات کردن مد نشده بود توی افور، همه معلم‌ها اعتقاد داشتن با 700 پا ریت دیسنت باید بزنی زمین. ما با 700 پا کردم کمتر کوبیدیم تیاره رو زمین رو رفتیم. خاتم دیگه از من پرسید چه میری کابین جلو، که من دیگه داستانش رو تعریف کردم و گفتم. خاتم خیلی جوانمرد بود، خیلی آدم درستی بود و من فکر میکنم دسیسه‌ای بود این بدبخت تا قبل از انقلاب کشته شد. اگر خاتم زنده بود توی این انقلاب داستان جور دیگری رقم میخورد. اینجوری نبود که خاتم رو بتونن بگیرن و تیربارون کنن. این خاتم آدم کمی نبود. در صورت خاتم خیلی مرد بزرگی بود. نیروی هوایی چطوری من براتون بگم، آخه خیلی چیزا هست. ببینید نیروی هوایی با الکترونیک، با سیگنال در زمان خاتم آشنا شد، سرلشکر خاتم آشنا شد. هواپیماهای مدرن F5 و F4 در زمان F14 تا در زمان خاتم اومدن، رادار و نمیدونم سیگنال و الکترونیک و اینا، کامپیوتر. نیروی هوایی در زمان خاتم یک کامپیوتر مینترن گرفته بود که تمام قطعات هواپیماها رو در هر پایگاهی در هر جایی که بود اینا همه تو کامپیوتر بود. و کامپیوتر مینترن اون موقع در ایران حتی وزارت دارایی هم نداشت که بتونه حقوق مردم رو چیزی پرداخت کنه، بانکی پرداخت کنه. نیروی هوایی داشت. اینا همه در زمان خاتم بود. ببخشید خیلی پرحرفی کردم. قربونتون برم. عرض به خدمت شما که جان واعظی که هنوز پیام به من ندادن، اون دوستمون هم احتمالاً فیکه که هی داره می‌نویسه من واعظی هستم. اصلا حدود 500 نفر به بالا تو لایو انجام تیمسار و همه سراپا گوش. اولین جلسه حضور شما به این پررنگی بود. جناب افشین اقبالی دوگاهه فرزند والا مقام شهید اقبالی دوگاهه میگن تیمسار نمکی عزیز فوت پسرعمه عزیزتان کاپیتان میری روشن را تسلیت عرض میکنم. بله، کاپیتان میری روشن خیلی خلبان خوبی بود و خیلی متاسفم. به هر حال ممنونم از افشین. من با پدر افشین 2 تا سوتوان 1 بودیم که با درجه سوتوان 1 تو مسابقات گانری با هم مبارزه میکردیم. در مورد ربیعی بگم، این که میخوام بگم خیلی مهمه، برای من خیلی مهمه، شاید دیگران هم که میشنون بدونن. اون سال برای اولین بار تیمسار صمدی میدونه، تیمسار صمدی اصلا یه شب تو پست فرماندهی هنوز درست نشده که یه خط تلفن داده بودن و یه دونه تلفن افیکس داشت و اینا، تیمسار صمدی افسر سینیور بود، من جونیر بودم. ببین یه اتاق داده بودن تو پایگاه یکم، اسمشو گذاشته بودن پست فرماندهی. در همه پایگاه ها داشتن پست فرماندهی میساختن. مرکز فرماندهی نیروی هوایی درست شده بود، نه به صورت
کنونی خیلی ابتدایی درست شده بود. در پایگاه‌های هوایی داشتن پست فرماندهی درست میکردن. هر کسی حالا ساختمون طراحیشو داده بودن که بسازن، اما هر کسی هر پایگاهی یه اتاقی رو گرفته بود. اون موقع پایگاه بوشهر هم که اصلا نبود، داشتن میساختن. یه پایگاه، هر پایگاهی یه دونه اتاق گرفته بودن کرده بودن پست فرماندهی. من شب ساعت 12 گمان میکنم جونیور سینیور تیمسار صمدی بود، من جونیور بودم. اومدم بیرون یه سیگاری بکشم، همون موقع تیمسار ربیعی اومده بود، اون موقع رئیس عملیات بود، باید اجرا میکرد پست فرماندهی درست کردن رو. اومده بود بازدید بکنه، دیده بود من نیستم، منو یک هفته بازداشت کرد. یک هفته من پست فرماندهی میخوابیدم، روزانی اومدن گردان پرواز میکردم. تیمسار ربیعی منو بازداشت کرد یه هفته. من اومدم یه روز منو گذاشتن کابین عقب تیمسار ربیعی. تیمسار ربیعی پرواز سولویی داشت، ناقری بود، هرچی بود، به سمت کرمانشاه شروع کرد پرواز کردن. رفتیم رو کرمانشاه. کرمانشاه اومد پایین، خونه خودش رو به من نشون داد و زمین هایی که مال خودش بود گفت اینا مال منه، به من نشون داد. خوابید کف زمین. اون موقع صحبت از رادار دهلوران بود، داشتن درست میکردن رادار دهلوران رو. ایشون خوابید کف زمین رو، رفت حدود 40-50 مایل رفت تو خاک عراق. رفت تو خاک عراق و لولول برگشت. به من گفت که میدونی چرا تو تنبیه شدی؟ میدونی چرا تو بازداشت شدی؟ گفتم که بله جان سرنگ، من از پست فرماندهی اومده بودم بیرون. گفت نه، به خاطر این بازداشت شدی که جدی بگیری هر چیزی رو. ببین از اینجا حالا یه نقطه، یه خط مرزی بین ایران و عراق، یه خط مرزی. گفت از اینجا تا دالامپرداف تو بازداشت شدی برای اینکه این مرز تغییر نکنه. این میهن ماست، این مرز تغییر نکنه. به جون بچه ها من میهن پرستی رو اون روز فهمیدم معنیش چیه. اون روز من فهمیدم معنی میهن پرستی چیه. ربیعی بسیار ژنرال برجسته‌ای بود. همیشه از جهانبانی صحبت میشه، همیشه درباره جهانبانی صحبت میشه، ولی ربیعی یکی از برجسته ترین امرای ارتش ایران بود، یکی از برجسته ترین ژنرال های هوایی بود. من خیلی خاطره از خاطرهایی که نمیشه تو لایو گفت. مثلا ژنرال جونز رئیس ستاد ارتش آمریکا شد عدن. اون موقع که رئیس نیروی هوایی بود آمریکا بود، اومد ایران و ربیعی مهماندارش بود. در زمان خاتم اومد ایران و اومد بوشهر، اومد شیراز. من و یاری سعید شدیم مهماندار کوروش پروازی، خود ربیعی مهماندار ژنرال جونز بود. من هدایایی که از ژنرال جونز گرفتم هنوز دارم. ربیعی وقتی با این صحبت میکرد باورتون نمیشه، وقتی با ایشون و خانمش صحبت میکرد تو باشگاه افسران این آمریکایی‌ها صحبت میکرد. خب سپاسگزارم. من نمیدونم، فکر کنم جان واعظی رو با اون آیدی هست در واقع نقطه و حسن واعظی من بلاک کردم اگر اشتباه نکنم. حالا چون یه بارم همینجوری اومدم بالا، من فکر کنم بالا این آیدی دختر خانمشون هستن که، ولی خب ویدیو رو برگردونم به سمت اون نوشته ها. اگر خودتون هستید، اگه صدای منو میشنوید، لطفاً صحبت کنید. خانم واعظی بگید تیمسار صحبت کنن، از بس که دیگه این آیدی فیک اومده. من اون تیمساری رو که عرض کردم فرمانده نیروی زمینی تیمسار رحیمی هستن. اگر که راجع به ایشون هم زحمت بکشید، خاطره‌ای هست که یه مقدار ایشون کم راجع بهشون صحبت شده. من خاطره‌ای از ایشون ندارم، از تیمسار بدره‌ای دارم ولی از ایشون ندارم. ندارید. درود بر شما. به هر حال روحشون شاد. از جناب خسروداد خاطره دارید شما؟ بله خسروداد هم خاطره دارم. ایشون اومد آمریکا و یه سکرتر آمریکایی براش گذاشته بودن، یه بند همراهش بود.
یعنی انقدر به این احترام کردن، من افتخار میکردم که این ژنرال ایرانیه. دیدم با هم اتفاقا با هم بودیم، یک هفته با هم بودیم. به به، درود بر شما. جام نمکی عزیز، من چون دوست داشتم جام واعظی بیان توی کادر باشیم با هم، من میخوام ببینم الان برای خانم واعظی من برای شما باید بفرستم، چون من یه آیدی بود که اون یه دونه عکس جام واعظی توشه که بچه ها دادم چک کردن، فقط عکس شخصی جام واعظی توشه که من فکر کردم فیک باشه، چون آیدی خودشونو من میشناسم. اگر که دوستان محبت کنم به من بگن جام واعظی توی لایو هستن یا نه. جام اگه نیستن که من دیگه لایو همینجا تموم کنم. جام جهانشاه درود بر شما. جام فرقانی عزیز درود بر شما. من حالا جام فرقانی رو بیارم بالا اگر که دوست داشته باشن یه لحظه یه سلام علیکی باهاشون بکنید و چون ایشون دیگه اینترنتشون قطعا خوب هست و مشکلی نباید داشته باشن. ما هم خیلی وقت ندیدیمشون، دلمون هم تنگ شده براشون. عرض کنم که من منتظرم جام واعظی پیام بدن. حقیقتش دیگه شک دارم به این آیدیایی که من میبینم، ولی بله جام فرقانی ظاهرا نمیتونن بیان، پیام دادن که نمیتونن بیان. من فقط منتظرم جام واعظی صحبت. جام نمکی اگر که مطلبی هست بفرمایید، وگرنه یه جمع‌بندی لایف های گذشته‌مونم بفرمایید، یه جمع‌بندی هم راجع به اونا داشته باشید که آیا اصلا مورد قبول شما بود یا نقطه نظری وجود داره برای به هر حال حالا این بخش جدید لایف ها. ببینید جنگی که 8 سال طول کشیده، فکر میکنم 2888 روز جنگ طول کشیده، هر روزش خاطر است، هر روزش داستان داره. من یه بخشش رو در بخش مأموریت‌های تاکتیکی، چون طرح‌نویس بودم زیر نظر بهرام هوشیار، خدا بیامرز سرتیپ هوشیار یکی از برجسته ترین افسران نیروی هوایی بوده هست و من گمان نمی کنم کسی پیدا بشه مثل اون. ایشون یک ستاد تاکتیکی درست کرد در قرارگاه که خلای چیز رو پوشش میداد، فرماندهی تاکتیکی هوایی رو پوشش میداد و من چون با ایشون بودم و زیر نظر ایشون طرح‌ها رو می نوشتم، تدوین می کردم، ایشون خیلی چیزا راجع به جنگ زمینی هست، راجع به پشتیبانی از نیروی زمینی و همچنین ماموریت‌های استراتژیک، ماموریت‌های زدن نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پل‌ها و این مراکز هسته‌ای و اینجور چیزا، خیلی جنگ گسترده‌ای بوده. به این سادگی نیست که توی یه لایو بشه درباره‌اش صحبت کرد. خب سپاسگزارم، خستتون نمی کنم چون فکر میکنم دیگه تایمم اوور شده، چون ما کار داریم با شما توی بخشای مختلف و همینطوری انشالله که سعی میکنم حتما توی حالا برنامه‌های آتی، ضمن که من یک بار دیگه برای این خانومی که آیدیشون میگن نوشتم واعظی، ساناز واعظی، من یه بار دیگه هم پیام درخواست فرستادم. بله من براتون درخواست فرستادم، لطفا دوربین رو برگردونید به سمت خودتون، لااقل من ببینم تیمسار هستن که خیالمون راحت شه، چون این دوربین رو به اون بره. من براتون درخواست فرستادم، اگر این ارتباط برقرار شد که شد، اگر نه که ایشالا توی تایم دیگه در خدمت جناب واعظی خواهیم بود. جناب نمکی خیلی از شما ممنونم. من شما رو خداحافظی میکنم. اگر جناب واعظی اومدن یه لحظه تشریف خواستید بیارید بالا با ایشون یه سلام علیکی بکنید، اگرم که نه که ایشالا اومدن. حالا ببینم این دوربین رو لطفا روشن کنید و برگردونید به سمت جناب واعظی. اگر لطفا دوربین رو برگردونید به سمت جناب واعظی، خانم واعظی. جناب نمکی میخواین شما برید که شاید این اینترنتی کم قوی تر بشه براشون. به هر حال ممنونم ازتون، سپاسگزارم.
منم سپاسگزاری میکنم از همه اونایی که تو لایو بودن، وقتشون رو گرفتم. خدا نگهدار. قربونتون برم. خدا حافظ تیمسار، خدا نگهدار. خب ما در خدمت جناب واعظی هستیم، اگر که ایشون حالا بتونه ارتباط برقرار بشه. امیدوارم که خب خانم واعظی، من برای شما درخواست فرستادم، حالا اگر که خود تیمسار نتشون بهتره یا حالا آیدی دیگه هم هست بفهم، وگرنه با این نت من بعید میدونم ما لایو بتونیم برگزار کنیم. من دوباره مجبورم ریموو کنم، دوباره درخواست میدم. این آخرین درخواسته که انشالله ببینیم خدا چی میخواد دیگه. خب دوستان، اگر مطلبی، سوالی، چیزی از جناب واعظی دارید، انشالله اگر ارتباط برقرار شد که هیچ، اگر نشد انشالله بریم داشته باشین زیر همین لایف کامنت ها، زیر همین لایو لطفاً کامنت بذارید. حالا توی تایم بعدی که جناب واعظی میان، من بازم براتون فرستادم خانم واعظی، اگر که زحمت بکشید لطفاً این دوربینتون هم برگردونید به سمت، اصلا یه لحظه دوربین رو برگردونید لطفاً، از دوربین رو برگردونید خانم به سمت جناب واعظی. خب ظاهرا اصلا ارتباط برقرار نمیشه، این دوربین هم که همش اونوریه. خب من مزاحم شما دیگه دوستان نمیشم، انشالله توی یک تایم دیگری در خدمت جناب واعظی با آیدی خودشون خواهیم بود. خدا شما رو نگهداری کنه و حفظ کنه. من این بیوگرافی جناب چیز رو براتون بخونم، جناب آذرفر عزیز رو بخونم که به رحمت خدا رفتن. خب من دیگه این لایو رو قطع کنم. مال جناب خانم عرض کنم که غضنفر آذرفر، زاده 1318، استان لرستان، شهرستان علی گودرز، فرمانده قرارگاه غرب کشور و فرمانده لشکر 64 ارومیه در جریان جنگ ایران و عراق و فرمانده و طراح عملیات کربلای 7 است. وی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در سال 36 در دانشکده افسری ثبت نام کرده. وی در دوره آموزش تکمیلی ارتش، دوره مقدماتی، دوره هوابرد و رنجر و همچنین دوره جنگ‌های ویژه کلاسبزهای ایران در شمار دانشجویان عالی قرار داشت. وی در سال 59 بر اثر اصابت ترکش و خمپاره ضد انقلاب در پادگان مریوان از ناحیه 2 پا مجروح شد. مسئولیت‌های و فعالیت‌های ایشان فرمانده لشکر 64 ارومیه از 65 تا 67 در سال 1136 تا 38 و سالهای 40 تا 43 خدمت در کردستان. وی همزمان در این مناطق به تدریس مباحثی چون ریاضیات و زبان در دبیرستان پرداخت. فرمانده لشکر 28 کردستان، فرمانده لشکر 84 لرستان، فرمانده قرارگاه غرب. در انجام ایشان بعد از یک دوره بیماری در تاریخ اول اردیبهشت 402 جان به جان آفرین تسلیم کرد و به همرزمانش. و شنیدم که ایشون هم دوره صدام حسین بوده که به حالا اون قسمتش رو دیگه دوستان برای من نفرستادن. شب همه دوستان خوش. درود بر شما، سپاسگزارم. من برای آخرین بار یک درخواست دیگه میفرستم. امیدوارم که جان واعظی لااقل در حد یه سلام علیکم بتونن تشریف بیارن که ما خیالمون راحت شه. این آیدی خودشون هست، یعنی دخترشون هست. شما چرا این دوربین رو بر نمیگردونید؟ خب پس ظاهرا فیکی. درود بر شما، خدا حافظتون دوستان. من مزاحم شما نمیشم.
خدا حفظتون کنه و سپاسگزارم به خاطر تحمل ما تا این وقت شب.